راوی میگوید که حضرت عروه با بیماری سرطان ساق، یعنی رگ میگویم ما و شما، در همین ساق عروه کسل رگ پیدا شد. تمام طبیب ها را پیرات زدند، گفتند میلش ما طبابت میکنیم، کار مشکلی نی، لیکن فقط این ساق را بریدن در کار. حضرت عروه تیار شدند، گفتند من راضی هستم، اینقدر درد و غم و اینقدر سوزاکی که در پای من است، میلش گفتند جدا کن، شاید که حال من سبک شود. حضرت عروه را گفتند به خانه ای که جراحی میکنیم به اون خانه میرویم. آمدن در یک خانه، میگه در آمدن و این طبیب ها پیشنهاد کردند که الحال عروه برای آنی که ما پای تو را از ساق جدا کنیم باید که مواد مخدر استفاده کنیم تا که تو عقل خود گم میکنی، تو بیهوش میشوی و ما پای تو را میبریم. چگونه ای که در ما و شما نرکاس میدهند که دیگر اگر تمام اعضای ما و شما را پاره کنند دیگر ما عقل و هوش خود گم کردگی هستیم، دیگر ما و شما درک نمی‌یابیم. حضرت عروه را مواد مخدر پیشنهاد کردند. حضرت عروه گفتند شما میدونین این طبیب ها که مواد مخدر عقل آدم دور میکنه؟ گفتم بله میدونیم. گفتم من نمیخواهم که یک لحظه عقل من دور شود، من از یاد خدا غافل شوم. یک لحظه نمیخواهم که یک لحظه از خدای خود جدا باشم. گفتن آخه این کار مشکل است، در حالت بریدن چقدر عذاب و مشقت بالای تو می آید. حضرت عروه گفتن این مشکل نیست، وقتی من در نماز می ایستم، وقتی من در التحیات لله و الصلوات و الطیبات که رسیدم، شما جراحی را سر کنید که من در اون حالت در حالت خود نیستم. اون حالت دیگر من خودم را گم میکنم. طبیب ها راضی شدند. وقتی حضرت عروه میگوید در همین حالت التحیات خواندن رسید، کارد خود راست کردند، اسباب های خود قطع ساق حضرت عروه را جدا کردند. وقتی حضرت عروه میگوید سلام دادند، مثل نمازهای ما و شما در 2 دقیقه و 3 دقیقه نماز نمیخواندند، نمازهای دراز میخواندند. لیکن این جمع یک مسئله دیگر فراموش نکنیم. اذا اما احدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة وإن صلى لنفسه فليطول ما شاء. پیغمبر خدا این یک مسئله است که این هم نگفته نمانیم، مگر که امروز که بسیاری برادرای ما و شما میگوید یعنی از پی کار هستند، بیمار هستند، صاحب حاجت هستند، کودک هستند، از این خاطر در ذمه هر یک امام این واجب است که نماز با طرز سبک خوانند، یعنی تا که به مردم گران نیاید. گفته این دلیل ما و شما هست، این حدیث پیغمبر خداست. حضرت عروه را پاش بریدند. حضرت وقتی که از نماز بیرون شدند خون زیاد رفت و گفت مرا برداشته خانه برین. آوردن حضرت عروه را به خانه بالای بسترش. حضرت میگوید در پیش پای بریده را دیدند. چی نعمت بزرگی است این پایهایی که الحال در ما و شماست. صد افسوس که این پاها را ما و شما چی در راه باطل صرف میکنیم که همه اینها در روز قیامت گواهی میدهند. حضرت عروه میگوید با یک چشمه های همون نرگسین خود میگوید بر همون پای بریده شده نگاه میکرد. چند سال این در وجود حضرت عروه چسبیده بود و خدمت اسلام میکرد. نگاه کرد، میگوید به ناگاه تشنگی حضرت عروه را غلبه کرد و میگوید فریاد زد. فرزند، 2 فرزند داشت، میگه یک فرزند خردی داشت، یک فرزند کلان داشت. فریاد زد فرزند کلانی خدا، هیچ صدایی نمی آمد. حضرت گفتن این لله و این الیه راجعون. من گفتم بار اول است که فرزندی خدا فریاد میزنم، فرزندی من لبی نمیگوید. چه حادثه شده باشد؟ کنی بیرون خبر گیرین. در حالت میگه دویده آمدن، گفتن عروه گفتن الحال امو فرزند کلانی تو بالای بام برآمد، برای چی کاری خانه؟ بناگاه از بالای بام بر زمین زد و جان به حق تسلیم کرد. 2 مصیبت بالای حضرت عروه. این جانب پای بریده شده
این جانب فرزند کلان از دست داده شده. حضرت چی گفتند؟ گفتن پروردگارا، با این فرزند خورده که به من باقی است و با این یک پایی که در من است، هزارها شکر به سوی تو، هزارها شکر که یک پای سالم دارم و یک فرزند زنده دیگر دارم، و هزارها شکر به سوی تو ای ذاتی که این نعمتی که در من چسبیده بود جدا کردی و این میوه دل مرا کندی. هزارها شکر به سوی تو. این گونه نمازها داشتند که در نماز اعضای او را میبرند و درک نمی